برادر و خواهر، نماز بخوان. نوابسته از آن که در حیات شما چی می شود نماز خوانید. نوابسته از آن که چگونه و چقدر گناه میکنید نماز بخوانید. هیچ بهانه ای نیست. یک خواهر میگوید من روی مال نمی پوشم. من به او میگویم نماز بخوان. او به من میگوید انا طرز لباس پوشی من چندان خوب نیست. من به او میگویم نماز بخوان. برادر، من عرق می نوشم. نماز بخوان. من با مواد مخدر سر و کار دارم. نماز بخوان. من مواد مخدر میکشم. نماز بخوان. من یک دوست دختر دارم و با او همخوابه. من میگویم نماز بخوان. مهم نیست که با حیات شما چی میشود. نماز بخوان. اما چگونه با این قدر گناه نماز بخوانم؟ این بی‌حرمتی است، ریاکاری است. نه، محض نماز برای همین است، زیرا ما کامل نیستیم، خطا و گناهان میکنیم. نماز بخوان. الله میفرماید نماز انسان را از فحشا و منکرات باز می‌دارد. نماز بخوان. بعضن آدمان میگویند اول زندگیم را اصلاح کنم، بعد خدا خواهد نمازم را سر میکنم. عزیزم، اگر نماز را سر نکنی هیچگاه بهتر نمیشوی. شما برای این نماز میخوانید تا زندگی شما بهتر شود. نگذارید که چیز میان شما و الله مانع شود. نماز بخوان. نوابسته در حیات شما چی می شود نماز بخوان. نوابسته شما در کجایید نماز بخوانید. بعضی ها می آیند و به شما می گویند تو منافق هستی. خواهر، شما می دانید که حجاب نمی پوشید و باز نماز می خوانید. با او بگو خواهر رحمت، من منافقم، الله نگهبانت، اما نماز میان من و الله هست و به دیگران تأثیر نمی رساند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید فرق میان مسلمان و کافر نماز است. اولین سوال در روز قیامت که از تو سوال می شود درباره نماز است. اگر جواب دهی همه کارت آسان می شود، پس اگر ناکام شوید احوالتان بدتر می شود. پس نماز خوانید تا محبت الله را به دست آرید. نماز خوانید تا رحمت و مغفرت او را به دست آرید. تصور کنید الله دوست شماست. مال و ثروت برای او مهم نیست. زمین و آسمان از اوست. وقتی الله با تو باشد هیچ کس تو را باز داشته نمی تواند. برادران و خواهران، در زندگیتان چیزی باشد نباشد نماز بخوانید. نگذارید کسی شما را از الله دور گرداند. وقتی پیشانیت در سجده است تو به الله نزدیکتری. گریه کن، التجا کن، هدایت پرس و او به تو خوشبختی را توسط دعا نصیب می کند. از الله طلب می کنم ما را اهل نماز بگرداند و نماز را هیچگاه برای چیزی ترک نکنیم. السلام علیکم.